فیلم زیر درختان زیتون محصول 1373 بعد از تو کارنامه کیارستمی بعد از فیلم زیر زندگی و دیگر هیچه و قسمت سوم سگانه کوکر یا همون سگانه زلزله که در واقع اینا وجه مشترکشون لوکیشن نه مضمون. حالا یه تعداد از شخصیت ها هم هست ولی لوکیشنی که وجه مشترکه دیگه. همین دیگه، در خدمت. نه دیگه همینطوری میگم، یک ساعتی که یه چیز من فقط اضافه کنم. توی کارنامه کیارستمی این اولین موردی که در واقع یه قصه عاشقانه روایت میشه، یعنی توی فیلم هستش و بعدها خب مثلا میبینیم توی فیلم‌های دیگه‌اش، ولی خب از این نظرم در واقع این من خیر مقدم عرض میکنم خدمت دوستان. خیلی خوشحالم از اینکه به این بهانه در خدمت شما هستم که راجع به یکی از فیلم‌های خیلی خوب سینما ایران صحبت کنم. به روال معمول گفتگو برام جذاب‌تر از سخنرانیه. به این ترتیب با اجازه مدیریت جلسه اگر دوستان هر سوالی داشتن یا هر نکته‌ای که داشتن خوشحال میشم با هم دیگه وارد گفتگو بشیم. من فیلم زیر درختان زیتون و این شانس رو داشتم که رو پرده دیدم خیلی، ولی سنم کم بود و اینکه اولین نقدی که من نوشتم، یعنی اولین مطلبی که توی نشریات از من چاپ شد، مطلبی بود راجع به فیلم طعم گیلاس. یادم 17 سالم بود که اون فیلم ساخته شد توی مجله گزارش فیلم. سالها بعد یک مطلب منفی نوشتم روی کتاب‌هایی که آقای کیارستمی منتشر کرد در قالب خوانش نوین اشعار کلاسیک ایرانی در مجله فیلم، که به خیالم این مطلب منجر به مکدر شدن ایشون شد. یعنی همش فکر میکردم که این مطلب تندیه و با اینکه هنوزم معتقدم به محتوای اون مطلب، اما احساس کردم که شاید به هر حال مثل هر مطلب اعتراضی دیگه‌ای بخواد خاطر اون فیلمساز رو مکدر بکنه. یک سال بعد از اون مطلب به یه دلیل غیر سینمایی ما با آقای کیارستمی ارتباط برقرار کردیم، من به عنوان شاگرد، ایشون به عنوان استاد. منتها اینجا اصلا بحث ربطی به سینما و فیلم و نقد و فیلمسازی و اینا نداشت و این رابطه تا آخر عمر ایشون برقرار موند. جزو معدود آدم‌هاییه که من تو زندگیم تو یک رابطه با افتخار میگم دوستانه متوجه شدم که شخصیت همتراز آثارشه. گاهی وقتا حتما شما به تجربه دیدین که بعضی از آدم‌ها دیدارشون برای آدم خیلی دلگیره، به خاطر اینکه اون تصوری که ما از آثارشون، از اعتبارشون در عرصه حرفه‌ای داریم اصلاً هیچ انطباقی با شخصیت واقعیشون نداره. کیارستمی هم شخصیت عقلانیش خیلی به نظر من وسیع، عمیق و گسترده بود و هم شخصیت عاطفیش، یعنی هم رشد عاطفی داشت و هم رشد عقلانی. رشد عقلانیشون چیزیه که ما تو آثارش میبینیم به لحاظ ساختاری. مثلا اگه فرصت بشه راجع به همین فیلم اومدم که راجع به همین موضوع صحبت کنم. ولی اون نگاهی که کیارستمی به انسان داره تو فیلمهاش، نگاهی که به تعبیر ایشون به عشق داره، به زندگی و مرگ داره، من به تجربه متوجه شدم که همون نگاه رو در شرایط واقعی هم بهش باور داره. کیارستمی جزو آدمای خوشبختی بود که همون جوری که زندگی میکرد فیلم ساخت.
یعنی اگر کسی فقط یک بار ایشون رو ملاقات کرده بود میتونست شهادت بده که تا چه اندازه این روند درخشان فیلمسازی تا پایان عمر چقدر همسو بود، هماهنگ بود با شخصیت فردی خودش. من بین فیلم‌های کیارستمی همیشه کلوزآپ رو از همه بیشتر دوست داشتم، همچنان هم همینطوره. زیر درختان زیتون برای من یک فیلم همیشه فیلم دوم بود تو آثار کیارستمی بعد از کلوزآپ. امروز که این فیلم رو من دیدم برای این جلسه، واقعا احساس کردم که چقدر نزدیکه به کلوزآپ. یعنی با وجود این که در ظاهر اون توی فضای شهری میگذره، راجع به مثلا ایده بازسازی واقعیت با حضور یه شخصیت جنجالی اون زمان به نام محسن مخملباف و همچنین اون فضاسازی هایی که کرده به کل مربوط به یک دوره فیلمسازی کیارستمی میشه. اما امروز وقتی زیر درختان زیتون رو نگاه کردم دیدم در سطحی کلان ما با یک فیلم انگار دوقلو روبرو هستیم. انگار بیش از اون که این یک بخشی از اون سگانه کوکر باشه که هست، یک رابطه خویشاوندی هم با کلوزآپ داره و مطمئنم که ناخودآگاه بوده. حقیقت اینه که کیارستمی در سالهای بعد از انقلاب، بعد از رها کردن خودش از دنیای کودکان، بعد از تقریبا رها کردن خودش از فیلم‌های سفارشی، آروم آروم پا توی عرصه‌ای گذاشت که اسمشو میشه گذاشت آشتی انسان با طبیعت. حتی زمانی که بعدها از مرگ هم اونقدر ملموس و اونقدر نزدیک حرف زد، یعنی در طعم گیلاس، باز مدفن طبیعت بود نه خانه. توی زیر درختان زیتون اون نکته‌ای که خیلی به نظر من نزدیکش میکنه به کلوزآپ، یک جور بازخوانی مفهوم سینماست. این چیزی که میخوام راجبش صحبت کنم خب البته یه مقدار دشواره، از جهت اینکه من حس میکنم فیلمسازها وقتی به یک دوران بلوغ یا به یک دوران باورمندی میرسن، وقتی دیگه از اون ذوق و هیجان فیلم خوب ساختن خلاص میشن، وقتی مثلا تو دهه 50 یا 60 عمرشون قرار میگیرن، بیشتر به خود چیستی سینما فکر میکنن. من تو همین افکار مثلا فیلم Close Your Eyes رو دیدم، فیلم اخیر ویکتور اریسه، نمیدونم دیدین یا نه. احساس کردم که اون کارگردان بزرگ اسپانیایی هم در فیلم متأخر خودش، در اوج دوران سالخوردگی، اون چیزی که براش خیلی مهمه خود سینماست، چیستی سینما. یا مثلا برادران تاویانی در همون فیلم سزار باید بمیرد و خیلی موارد دیگه‌ای که اگر بخوام توضیح بدم اطاله کلام میشه. کیارستمی تو سالهای آخر عمرش موضوع فیلمهاش بیش از آن که عشق باشه، بیش از آن که مرگ در اثر زلزله باشه، به نظر من خود سینماست. و تو این زیر درختان زیتون، این سینمای عاشقانه، به نظرم بیش از اون که یک رومانسی باشه در شرح مثلا فراق و وصال حسین و طاهره، بیشتر یک عاشقانه راجب خود سینما. من بچه که بودم فراموش کرده بودم تو اون سکانس، فکر میکنم 14 دقیقه‌ای پایانی فیلم، درست از جایی که اون دعوا سر صحنه شروع میشه، فیلمو الان دیدن دیگه. بله. درست بعد از اون اختلافی که در پشت صحنه به وجود میاد و دختر از اون نیسان پیاده میشه و تو اون چشم انداز حرکت میکنه و حسین به توصیه کارگردان به دنبالش میره، من این توصیه کارگردان رو خیلی خاطرم نبود. من اون پلانی که ناگهان محمد علی کشاورز فقید میاد تو کادر رو فراموش کرده بودم. این بار که نگاه کردم احساس کردم که چقدر این صحنه کمک میکنه به فهم دقیق‌تر فیلم. میدونید من چی فکر میکنم؟
ما یک روایت فیلم کیارستمی رو داریم، یک روایت فیلم کشاورز رو داریم. این که مثلا آقای کشاورز در نقشه کارگردان اومده فیلمی بسازه راجع به زندگی پس از مرگ، منتها این یک امر تخیلیه. یعنی یک تعداد بازیگری رو اول فیلم میبینیم که انتخاب میکنه، نقش‌ها رو به اینا میسپاره و اینها رو آماده میکنه برای یک مثلا قصه‌ای که خودش نوشته، مثل همون صحنه‌های تکراری که این میره بالا و دنبال جوراب سفیدش میگرده میاد پایین که خاطرتون هست. اما یک فیلم دیگه ای داریم به کارگردانی کیارستمی که اون پشت صحنه این فیلمه. پشت صحنه فیلم آقای کشاورز شامل دو وضعیته. یکی روابط فیما بین این عوامل صحنه، مثلا گفتگوی کشاورز با آقای جعفریان، مرحوم یدالله نجفی، آقای جعفر پناهی. یک بخشیش مربوط میشه به رابطه خصوصی بین حسین و طاهره که طاهره خاموشه و حسین وراجه. این دو در واقع موقعیت دراماتیک، بهتره بگم غیر دراماتیک، یک واقعیته. توجه میکنین؟ یه واقعیتیه که این واقعیت رو کارگردان یعنی کشاورز چشمش رو روی این واقعیت میبنده ابتدا و قصه خودش رو میخواد تعریف کنه. اگه دقت کنید فیلم دقیقاً در صحنه‌هایی کات میخوره، یعنی جاهایی خطایی اتفاق میفته که ما شاهد یک اختلاط یا یک چالشی هستیم میان مفهوم این واقعیت ناب، یعنی اون واقعیت پشت صحنه، و اون فیلمی که قرار ساخته بشه. مثلا بیایم به توپخ‌ها، انواع توپخ‌ها و اون خطاهای بازیگرا فکر کنیم تو دیالوگ. حسین وقتی که میاد پایین طاهره بهش اسمشو نمیبره، یعنی اسمشو به زبون نمیاره. این به خاطر خطایی بازیگر نیست، به خاطر اهمیت اون وضعیت پشت صحنه است، یعنی اون زندگی عمیقاً جاری که تأثیر میذاره بر این زندگی کاذبی که حالا ایشون داره فیلم برداری میکنه. اینکه حسین نمیگه دلیلش این نیستش که نام حسین رو فراموش کرده، به این دلیل نمیگه که مثلا چون میدونه که این از این خوشش میاد به عنوان یک دختر خجالتی شهرستانی شرمش میاد که اسم کوچیک این مرد رو به زبون بیاره، یا مثلا دیگه حسین آقا گفتن براش واقعا دیگه مثل کفر محضه، یعنی اصلا نمیتونه بپذیره که این حسین آقاست. یا مثلا در موارد دیگه ای ما میبینیم که این نقطه بحران فیلمی که داره ساخته میشه، یعنی اون فیکشنی که داره ساخته میشه با عوامل و تدارکات و فیلم برداری و بازیگر و نقش‌ها، هر وقت اون قصه به عنوان فیکشن، به عنوان تخیل، هر وقت اون قصه مختل میشه زندگی آغاز میشه. پایان فیلم که دیگه اوج این دیدگاهه، اون متوقف نمیشه، اون بحران حتی منجر به اختلاف میشه. من میتونم تصور کنم که اون فیلم مثلا فرو میپاشه، انگار اختلافات انقدر بالا میگیره، این سر و صداها انقدر نشون دهنده یک دعوای درون گروهیه که میتونیم تصور کنیم که شاید فردا اصلا فیلم برداری ادامه پیدا نکنه. دختر وقتی به حالت قهر حالا یا بی تفاوت نسبت به این وضعیت راه خودشو میگیره میره، حسین هم به دنبال اون، یعنی در تعقیب اون حرکت میکنه. منتها اینجا یک میانجی داریم، اون میانجی کارگردانه. از خودمون میپرسیم که چرا تو اون اختلاف درون گروه فیلم برداری این آقای کارگردان سهمی نداره، نقشی نداره، در که شما میدونید کارگردان رئیس یک گروه فیلم برداریه. و وقتی بی تفاوت نسبت به اون ماجرا میاد و به حسین میگه که تو میدونی که الان مشکل سر جاست و بهتره که پیاده شی و بری، انگار داره فرا میخونه حسین رو به یک جستجوگری، به یک نمایش شهامت، به یک اقدام جسورانه، و بعداً مثل یک پدر نگران تعقیبش میکنه حسینو. یعنی حسین در تعقیب طاهره و کشاورز در تعقیب حسین. و زمانی که تو اون نما از پشت حسین ناگهان مثل یک شبح پدیدار میشه، ما به این باور میرسیم تقریبا که کشاورز قید اون داستان رو زد
به خاطر این داستان. انقدر این داستان براش جذاب بود که یک جایی از فیلم به خانم شیوا میگه که دلم میخواد با حسین عقب ماشین بشینیم. این گفتگویی که بسیار زیبا هم هست جاری میان حسین و کشاورز در باب مثلا دلایل سماجت حسین برای به دست آوردن طاهره یا درد دلهای حسین یا اون شوخی‌های بامزه‌ای که میکنه با مفهوم پولدار بودن و بی پول بودن، این عملا نشان دهنده اینه که کارگردان با تردید داره به موضوع فیلمش نگاه میکنه و حالا شدیداً دلبسته این داستان شده. یعنی ما عملا با 2 تا پلات، اگر بخوایم به شکل کلاسیک نگاه کنیم فیلم نامه رو، با 2 تا پلات روبرو هستیم. یه پلات داستانیه که داره فیلم برداری میشه، یه پلات واقعیه که این آدم‌ها در پشت صحنه زندگی میکنن. ما اینو توی ادبیات نمایشی خودمون داشتیم. مثلا آقای بهرام بیضایی یک نمایشنامه درخشان داره به نام سیاوشخانی. سیاوشخانی همون قدر که به خود آیین سیاوشخانی مربوط میشه، به پشت صحنه این نمایشی هم مربوط میشه که این روابط بین بازیگرها یک همسویی یا یک تقارن یا یک انعکاسی از خود اون داستان هم هست. اما در فیلم کیارستمی اینجا همونطور که گفتم یک عاشقانه میان مرد و زن به شکلی استعاری یا شاید در یک مقیاسی غنی‌تر بدل میشه به یک عاشقانه راجع به سینما. و اگر ما به این فکر کنیم که میان این واقعیت نخستین، یعنی فیلمی که جلوی دوربین داره فیلم برداری میشه، جلوی دوربین کشاورز و جعفریان، و اون واقعیتی که کیارستمی داره میگه در پشت این صحنه جریان داره، یعنی حسین و طاهره تو فیلم با هم ازدواج کردن در حالی که در پشت صحنه اینا هنوز با هم حتی جرأت حرف زدن هم ندارن. وقتی میفهمیم که یک واقعیت سومی هم وجود داره که حتی حسین و طاهره برای این نقشی هم که دارن بازی میکنن استخدام شدن توسط کیارستمی، اون زمان دیگه مغزمون سوت میکشه. اون زمان احساس میکنیم که این عاشقانه راجع به یک مرد و زن، عاشقانه راجع به مفهوم سینما، مفهوم رئالیسم در سینما، رفته رفته داره بدل میشه به یک عاشقانه راجع به حقیقت. یعنی ما با 3 تا شأن روبرو هستیم، با 3 تا بعد روبرو هستیم. یکی فیلم در فیلمی که خود فیلم روایتگره، یعنی قصه‌ای که داره فیلم برداری میشه، اون بازیگرانش در پشت صحنه، و در نهایت فیلمی به نام زیر درختان زیتون که همه این فیلم دوگانه هم بر اساس یک تفکر کیارستمی شکل گرفته. میدونین چی دارم میگم؟ اینجا هاست که واقعا آدم احساس میکنه که با چه فیلم عظیمی روبروه. از نظر کارگردانی من گهگاهی دیدم که مثلا رئالیسم رو در آثار کیارستمی گاهی وقتا تنزل میدن به یک سری بحث‌های فروکاهنده در باب مثلا رسیدن به یک سادگی روستایی، به یک مفهوم پاستورال، اون چنان که تو ادبیات داریم. مثلا معصومیت روستایی به عنوان یک جایگزین در برابر این اغتشاش شهری که ما توش زندگی میکنیم، این بحران‌هایی که نتیجه رشد تکنولوژی، سر و صدا و این ازدحام جمعیت تو شهراست، تو فیلم‌های کیارستمی انگار یک آلترناتیوی داره خلق میکنه برای یک دنیای بهتر. مسلماً همینطور هست. من اساساً فکر میکنم تفکر کیارستمی خیلی تفکر پاستورال. منتها لابلای این بحثا گاهی آدم در کمال ناراحتی میبینه یک سری نقدهای غیر منصفانه رو، آنچنان که فکر میکنن نمایش این سادگی به همین سادگیه که اونا فکر میکنن. شما مثلا تصور کنید عنصر فضا رو در فیلم زیر درختان زیتون. عنصر فضا در فیلم چنان ابعاد پیچیده‌ای داره به لحاظ صوتی و تصویری و حتی موسیقایی که واقعا آدم وقتی نگاه میکنه متقاعد میشه که با یک شاهکار سینمایی روبروه. اینو نه به عنوان یک منتقد ایرانی. شما میدونید که من خیلی کم راجع به سینما ایران حرف میزنم، ولی هر بار که با اون آثار بزرگ سینما ایران میرسم، اونهایی که ستایششون میکنم،
اصلا هیچ وقت بلد نشدم بگم در مقیاس سینما ایران این فیلم خوبه. من همیشه اگر از فیلمی اسمی برم، مثلا فیلمی از کیارستمی، معتقدم این تو ابعاد جهانیه، یا فیلمی از تقوایی احساس میکنم این فیلم یه فیلم جهانیه. حالا بعضیا این شانس رو مثل کیارستمی دارن که تو جهان مشهور بشن، برخی مثل تقوایی نه. ولی واقعیت اینه که بیایم به بعد توی همین زیر درختان زیتون فکر کنیم. فیلم به نظر من مبتنی بر یک رازه و این راز هم ابعاد تصویری داره، هم ابعاد صوتی داره، هم موسیقایی. مثلا از نظر تصویری، زمانی که کشاورز در یک سپیده صبح که گروه از تو چادر دارن همینجور آروم آروم میان بیرون، کشاورز که رفته بوده برای پیاده روی با فرهاد خردمند که بازیگر فیلمه، اینها با همدیگه راه میافتن به سمت یک دشت منتهی به دره که در فراسوش یک روستای متروکه است. خردمند و کشاورز دارن راجع به روستایی متروکه حرف میزنن در حالی که ما نمیبینیم این روستا رو. خاطرتون هست؟ وقتی دوربین آروم آروم حرکت میکنه و همراه شخصیت ها پیش میره تو یک نمای مثلا آروم، یک پن آروم، حالا در گوشه راست تصویر اون روستا به شکل پلکانی و طبقاتی پدیدار میشه و ما میفهمیم که داشتن راجع به این روستا حرف میزدن. حالا من چرا این حرف رو دارم میزنم؟ به خاطر اینکه فیلم اساساً در یک بخشای مفهومی خودش متکی بر تداعیه برای تماشاگر. یعنی تماشاگر فعال فکوری این فیلم رو میفهمه که به فیلم دل بسپاره، نه اینکه صرفا ناظر بی تفاوت فیلم باشه. این از اون فیلم هایی نیست که حادثه به مفهوم اکشن یا روابط و موقعیت ها به شکل درام بخواد بهش هجوم بیاره. این از اون فیلم هایی نیستش که خوراکی بیش از اشتهای تماشاگر رو داشته باشه که اگه تماشاگر اون وسط با موبایلش هم مثلا مشغول شد چیزی از فیلم رو از دست نداده باشه. این فیلم متکی بر راز هاست و راز میدونید مهمترین ویژگیش نگفتنه یا اینکه کشفش هم دشواره و هم شاید غیر ممکن. این رازآمیزی به نظر من خیلی ایده شرقیه که کیارستمی تو فیلمش داره. راجع به صدا، مثلا یک نمای به ظاهر پیووی ما داریم در آغاز فیلم که یک نیسانی، ما نمیدونیم حتی نیسانی، یه ماشینی در حال حرکته و اون آدمی که تو ماشین نشسته آروم آروم وقتی صداش در میاد ما میفهمیم که سرنشین این ماشین یک زنه. میفهمیم که موضوع مثلا انتخاب لوکیشنه و تو این پیچ هایی که این ماشین، زمانی که دوربین داخل خود محفظه ماشینه، وقتی تو این پیچ ها حرکت میکنه، کیارستمی به لحاظ صوتی داره یک واقعیتی رو با تأخیر به ما میگه. ببینید این تأخیر در صدا و تأخیر در تصویر تعریف من از رازه. منتها این بحث نمیتونه کامل بشه مادامی که ما صحنه آخر رو نبینیم. یعنی تو اون سکانس فوق‌العاده درخشان پایانی که یکی از بهترین فصلهای تاریخ سینما ایرانه، زمانی که دوربین از یک جایی دیگه جلوتر نمیره و زمانی که حسین میره دنبال طاهره، نمای مدیوم شاتش تبدیل به لانگ شات میشه، لانگ شات بدل به اکستریم لانگ شات میشه و تو یک زمانی که دیگه 2 نقطه رو ما در انتهای کادر میبینیم، موسیقی یک روند نسبتاً غیر دراماتیک داره. بعداً موقعی که حسین ناگهان همون 2 نقطه حسین بر میگرده شادمان، ما با درک این که این شادمانی دلیلش چی میتونه باشه، حالا شاهد موسیقی با یک ریتم تازه هستیم، ریتمی شاد. یعنی میخوام به شما بگم که سینمای کیارستمی به هیچ عنوان احتیاج به دیالوگ برای فهماندن یک وضعیت نداره. اینجا تصویره که صداست، موسیقیه که داره با ما حرف میزنه و در کنار هر سه اینها طبیعت. کیارستمی طبیعت بهاری رو انتخاب کرده برای فیلم برداری که طبیعت انگار یک وجه خوشایند و بهشتی جهانه. ما نمیتونیم اون باغ، اون مرغزار، اون بادهایی که لابلای شاخه‌های درختان میپیچن، نمیتونیم اون دشت با یک چشمانداز شاعرانه رو کانونی بدونیم برای فراق یا برای دردمندی یا برای یک وضعیت
مثلا غیر عاشقانه. مسلماً پایان فیلم پایان خوشه. اینو قصه به ما نمیگه، خود طبیعت میگه. میدونین چی میخوام بگم؟ میخوام بگم حتی طبیعت هم بدل میشه به یک سری ابزارهای بیانگر در فیلم کیارستمی. هم طبیعت هم موسیقی. بله. و موسیقی اصلا کارکرد تحمیلی نداره. یعنی مثل فیلم های آمریکایی موسیقی این ریختی نیستش که بخواد یک حسی رو پررنگتر بکنه یا ترس ما رو افزونتر بکنه یا انتظار ما رو بیشتر بکنه. موسیقی اینجا ترنم یک شاعرانگی همسویی با طبیعت، بازیگرها یعنی آدمهای روستایی، اون دخترها با اون چهره‌های ککمکی، پسری معصوم و همجواری مرگ و زندگی که موضوع بحث بعدی. یعنی اینجا کیارستمی دقیقاً داره با نیستی و هستی صحبت میکنه. اگه دقت کنید همه این بحثایی که من کردم راجع به فضا سازی یا اون اتمسفر فیلم، قابلیت‌های سینمایی یک اثر که فقط گدایی داستان رو نمیکنه. مثلا این ریختی نیست که نمایشنامه‌ای باشه پر از دیالوگ. شما واقعا فکر کنید این دیالوگ‌های مثل یک نمایشنامه نویس ادیب که این دیالوگ ها رو نوشته باشه و کیارستمی میخواد این دیالوگ ها رو تحمیل کنه که بازیگراش حتما بگن؟ انقدر این دیالوگ ها رو اصیل میگن بازیگرها که ما فکر میکنیم که واقعا ما با یه مستند روبرو هستیم. انقدر این حسین عالی نقش خودش رو ایفا میکنه که ما فکر میکنیم که تمام این دیالوگ ها مال خودشه، که حقیقتا هم همینطوره. کیارستمی مثل یه مجسمه ساز داره فقط میتراشه اون آدم رو، نه اینکه با یه خمیری بخواد بسازه. یک مجموعه ای از ویژگی‌های شخصیتی در حسین و طاهره هست که کیارستمی مثل یک سنگ تراش داره میرسه به اون در واقع تندیس مورد نظر خودش. داشتم میگفتم مفهوم هستی و نیستی رو توجه بهش بکنیم. همین بود یا اتمسفر که من به شما گفتم، همین فضا سازی های درخشان تو فیلم کیارستمی نتیجه همجواری مفهوم بودن و نبودنه، هستی و نیستی، عدم و وجود. گفتم به شما شهری در کار نیست ولی سخن راجع به شهر گفته میشه و زمانی که دوربین میچرخه شهر رو نشون میده، ما با مفهوم نیستی و هستی شهر به واسطه تصویر روبرو هستیم. یا کل صحنه دعوای گروه فیلمبرداری به هیچ عنوان به تصویر کشیده نمیشه. ما دوربین در یک قاب ایستا کاملا داره احمد پورها که پشت چیز نشستن، یعنی بازیگران فیلم خانه دوست کجاست، اینها پشت نیسان نشستن مثل حسین و طاهره که تو ماشین نشسته. دوربین ثابته و ما سر و صدا رو بیرون میشنویم. همونطور که اونجا تصویر نمایشگر یک عدم بود، اینجا صدا نمایشگر یک عدمه. یعنی ما نمیبینیم این صدا از کجا داره میاد. آدم هایی که درگیر این تنش هستن رو نمیبینیم. یعنی کیارستمی تعمدن داره بر وجود یه چیزی حرف میزنه که قابل رؤیت نیست، بلکه فقط از طریق صدا با ما ارتباط برقرار میکنه. این بحث بودن در عین ندیدن، این که صدایی هست ولی ما نمیبینیم گوینده اون صدا رو، شهری هست ولی نمیبینیم یا دست کم با تأخیر میبینیم، به نظر من همون فلسفه مرگ و زندگیه. مرگی آنچنان هولناک در قالب یک، مثلا فرض کنید که حادثه طبیعی رخ داده، اون زلزله‌ای که اومد، من دقیق خاطرم هست به خاطر اینکه شب جام جهانی 90 بود در بازی برزیل و اسکاتلند. یعنی وسط بازی که ما داشتیم نگاه میکردیم اون زلزله منجیل و رودبار اومد و ما که تهران بودیم دیوارامون شکاف برداشت. اون کسایی که همسن و سال منن خاطرشون هست اون زلزله رو. این بلای طبیعی که آنچنان کشته داد، اون مرگ و میر وحشتناک رو به همراه داشت، حالا فرصتی میشه برای کیارستمی برای گفتن در باب عشق، در باب زندگی، در باب تغزل. در زندگی و دیگر هیچ، یعنی فیلمی که پیش از زیر درختان زیتون ساخته شد به عنوان قسمت دوم تریلوژی کوکر، من احساس کردم که کیارستمی
اون فیلم رو به این دلیل من دوست ندارم که فکر میکنم فیلم خیلی تحت الشعاع مفهومیه که داره عرضه میکنه، مفهوم زندگی. مثلا در اوج دربدری مردم بعد از زلزله، اون تصویری که از اون توالتی ما میبینیم که حالا دارن میبرن برای اینکه اونایی که زنده ان به هر حال بتونن از این دستشویی استفاده کنن، یا مثلا یه عده دنبال آنتن تلویزیون هستن که بتونن مسابقات فوتبال جام جهانی رو نگاه کنن. کیارستمی اینجا به شکل آشکار داره از شیفتگی مردم که سوگوارن از چیزی حرف میزنن که ادامه زندگی و بقاست. یعنی با وجود این سوگواری که دارن برای همشهریان خودشون و اقوام خودشون، اما همچنان دل نمیکنن از زندگی. این اتفاقیه که تو اون صحنه، این چیزی که میخوام بگم اینه، میخوام بگم کیارستمی زندگی و دیگر هیچ با طرح این مفهوم ستایش از زندگی میاد به شکل کشاورز و اون قصه رو میسازه. اون قصه ای که حسین رضایی میاد پایین، جوراب سفیدش رو میپوشه و به اون مرد شهری میگه که من دقیقاً فردای روز زلزله ازدواج کردم و فکر کردم که باید ازدواج بکنم و نمیتونم همه عمر مثلا سوگوار باشم، یه چیزی نزدیک به این. ولی مدام این فیلمی که داره کیارستمی، یا بهتر بگم کشاورز، مدام این فیلمی که داره میسازه به یه مشکلی برمیخوره. این برداشت‌های مکرر که گاهی وقتا از فرط خنده‌دار بودن فیلم رو نزدیک میکنه به لحن کمدی، واقعا اون صحنه برای من روده‌بار کننده است. این تکرار مکررات، این که با گچ میره بالا میاد پایین، اون کفششو برمیداره، جورابشو پیدا میکنه، اون آبی که به گلدون داده شوره میکنه و اون دیالوگا، اگه دقت کرده باشین همواره یک اخلالی وجود داره برای اینکه کارگردان اون برداشت رو اوکی کنه. اصطلاحاً آخرین برداشتی که کارگردان تایید میکنه حتی با وجود اون خطاییه که باز طاهره کرده، یعنی طاهره حسین آقا نمیگه آخرشم، و دیگه کشاورز از سر استیصال میپذیره. توجه میکنین؟ اینجا کیارستمی به نظر من با یک رویکرد طعنه‌آمیز داره از یک واقعیتی صحبت میکنه که این حاصل یک نگرش روشنفکرانه است. بعدن فرصتی میده به کشاورز در ادامه فیلم که پس پشت این واقعیت مصنوع رو ببینه. اون مصنوعی بودن به خاطر این که خود ساخته است، یعنی من یه قصه ای ساختم راجع به زلزله. حالا فرصتی به کارگردان میده که پی ببره به رازهای پشت این قصه، به اینکه اون آدم‌ها کیان. یک صحنه ای داره که تو این فیلم واقعا هر لحظه که به یادم میاد من احساساتی میشم. گفتم به شما هر جایی که یه مشکلی سر فیلم برداری پیش میاد، اونجا لحظه درخشش حقیقته. حسین برمیگرده تو یکی دو بار توپق زدنش میگه که 25 نفر کشته شدن یا 24 نفر، خاطرم نیست. و کشاورز میگه بگو 65 نفر. حسین میگه من خانوادم 25 نفر کشته شدن. کشاورز میگه اشکال نداره بگو 65 نفر. اینجا ما با یک تفاوتی روبرو هستیم میان واقعیت اصیل و اون چیزی که مد نظر کارگردانه، تو هم با اغراق، یه نوع مبالغه هنری، میخواد ابعاد این فاجعه رو سهمگین‌تر نشون بده از نظر فراوانی کشتگان. اینجا خودش یک نقطه عزیمتیه برای تماشاگر باهوش که پی به فلسفه فیلم ببره. انگار که کیارستمی در یک حالت خود افشاگرانه دستاوردهای فیلم قبلیش رو به اندازه‌ای نمیدونه که راضی بشه. انگار ساخته شدن قسمت سوم کوکر نتیجه ناکارآمدی اون دیدگاه روشنفکرانه‌ایه که در زندگی و دیگر هیچ آزمود و به عنوان یک پروژه ناتمام بهش نگاه کرد و با زیر درختان زیتون این به اتمام رسید، به یک تکامل رسید، به یک ثمر هنری رسید. به نظر من ما وقتی از عشق صحبت میکنیم همیشه از موانع هم حرف میزنیم دیگه. عشق اگر با موانع همراه نباشه که عشق نیست. مثلا دو نفر اگه از هم خوششون بیاد بعد ظهر برن عقد کنن که دیگه این عاشقانه نمیشه ساخت. بنابراین موانع رو هر چقدر بزرگتر بگیریم اون عاشقانه
دلچسب‌تره. اصلا ملودرام این ریختیه دیگه. گاهی موانع مثلا طبقاتیه، یه دختری پولدار با یه پسر فقیر، گاهی وقتا ایدئولوژیکه، گاهی وقتا به تفاوت دین مربوط میشه، تفاوت زبان، تفاوت نگرش. مثلا این فیلم ها رو شما دیدین دیگه، مثلا یک مسیحی و مسلمان، یا فرض کنید یه آدم پولدار و بی پول، یا دو تا آدمی که متعلق به دو گوشه ای از جغرافیای کره زمین هستن. این موانع دراماتیک میکنه مفهوم عشق رو. هر چقدر شخصیت ها بیشتر چنگ بزنن برای رسیدن به هم دیگه، این عاشقانه جذابتر میشه. کیارستمی در زیر درختان زیتون یکی از به نظر من بهترین موانع رو پیش پای عشاق فیلم میذاره. اون به نظر من شعوره. ما در فیلم طاهره رو همواره همراه با کتاب میبینیم. طاهره کسیه که مدرسه میره، اصلا اول فیلم از تو مدرسه انتخابش میکنن، در حال کتاب خوندنه. مشخصه که یکی از دلایل بی‌توجهیش نسبت به حسین لومپن بودن حسینه. مادر بزرگش یه جایی برمیگرده میگه این به درد تو نمیخوره، به خاطر اینکه تو نه کاری داری نه شخصیت. منظورش اینه. اما حقیقت رو ما از زبان حسین میشنویم. اون چیزی که روشنگره، اون حرفی که انگار حرف خود کیارستمیه، تو دهن حسین گذاشته میشه و بازگو میشه. این که اینا موانع نیست. اون تیکه هایی که به شوخی با یک لهجه شمالی و با اون حس معصومانه داره میگه که نمیتونن دوتا آدم پولدار با هم زندگی کنن. دوتا آدمی که دوتا خونه دارن نمیتونن سرشونو بزنن تو اون خونه، پاشونو بزنن تو اون خونه. این چیزی که داره میگه به نظر من فلسفه زندگیه. و از اونجایی که کشاورز برمیگرده بهش میگه میتونن سر و پاشونو بذارن تو یه خونه و اون یکی خونه‌شون رو اجاره بدن، حسین ناراحت میشه. یادتون هست اون صحنه؟ سرشو میندازه پایین. با یک منطقی روبرو میشه که به ظاهر منطق پذیرفتنیه ولی غم انگیزه، در حالی که حرف حسین به نظر من خیلی حرف درست تریه. عشق انگار میتونه این تفاوت‌ها رو از بین ببره. این فیلم یک عاشقانه است میان حسین و طاهره و در این حال یک عاشقانه است میان سینمای داستانی و سینمای مستند. این که هر فیلم داستانی چقدر از واقعیت ارتزاق میکنه، چقدر به واقعیت پشت میکنه، چقدر به واقعیت خیانت میکنه. کاری که کیارستمی میکنه، این مسیری که الان تو سینمای جهان میبینیم با قدرت تمام داره پیش میره، مثلا فیلمسازهای رئالیست بزرگی مثل جیلان دارن پیش میبرن، اینها همه سرچشمه این سینما کیارستمی بوده. یعنی نه سرچشمه رئالیسم در سینما، سرچشمه یک رئالیسم شرقی شاعرانه. این نماهای بلند، این تصویرهایی پر از فضاسازی، نه صرفا تصویر بازگو کننده. اینجا تصویر اکسپرسیو نیست، اتفاقا به نظر من خیلی تصویر خسیسیه. یعنی داره مدام یک چیزی رو از ما کتمان میکنه، پنهان میکنه، ما باید کشفش کنیم. اینجا داستانی نیست که خوراک فکری به ما بده. اینجا روابط تابع یک منطق علی معلولی نیست، بلکه همه چیزی که ما میبینیم در قالب یک فیلم در فیلم، اون رابطه انسان و طبیعت، رابطه هنرمند و مدیوم یعنی سینما، یک عاشقانه‌ایه که داره عاشقانه حسین و طاهره رو تکمیل میکنه. من هر جا زیاد حرف میزنم. خواهش کنم. دوستان اگه نکته‌ای دارن بگن تا من برم سراغ بحث بعدیم. یه موردی که هست اون آینه هاست. توی فیلم ما مکرر آینه میبینیم، آینه ماشین. بغل، آینه ماشین، آینه جای مختلف آینه میبینیم. این چی قضیه؟ همونطور که گفتم زندگی واقعی با زندگی که داره در قالب فیلم، یعنی تبدیل به فیلم نامه شده، مماس با هم حرکت میکنه. من گفتم فیلم یه حالتی داره انگار دو تا پلات با هم داره پیش میره که در پایان هر دو پلات به هم میرسن. یعنی هم زندگی اینها رو پشت صحنه فیلم میبینیم، هم جلوی دوربین، هم فیلمی که داره ساخته میشه، هم پشت صحنه اون فیلم. انعکاس این دوتا بر هم دیگه به نظر من
تبدیل میشه به آینه. یعنی آینه اینجا به شکل نمادین نمایشگر دو واقعیت منعکس بر هم دیگه هستن. اون صحنه‌هایی که پیرزن میاد جلوی چارچوب پنجره ماشین اول فیلم داره با خانم شیوا حرف میزنه، تصویرش تو آینه است. احمد پورا که میان تصویرشون تو آینه است. این آینه خودش یک تاکید بر یک دوگانگیه. این دو وجهی بودن فیلم، یک بخشیش واقعیت ناب، یک بخشیش در واقع داستانی که داره به شکل دراماتیک زندگی پس از مرگ رو تجربه در واقع به تصویر میکشه. همچنین اون بحثی که راجع به جیلان گفتم، امروز به هر حال به نظر من جزو 5 فیلمساز برتر جهانه، نوری بیلگ جیلان. و جیلان شیفته کیارستمیه. یک صحنه‌ای توی این فیلم هست که یک دستی که دست حسینه یک سینی چای رو داره میچرخونه میان اعضای فیلم برداری و دوربین دقیقاً همراه با این سینی حرکت میکنه. یک دست، یک سینی و چند لیوان چای که روی اون سینیه. این تصویر عیناً در فیلم روزی روزگاری آناتولی هست. درست اون صحنه‌ای که مهمترین صحنه فیلمم هست، وقتی برق میره تو خونه کت خدا و اون دختر جوان و زیباش میاد و این چرخوندن سینی چای با یک نور موضعی اسپاتلایت، اونجا دقیقاً این تاثیر فیلم زیر درختان زیتون بر نگاه جیلان رو ما شاهد هستیم و خیلی موارد دیگه. من بحث بعدیم راجع به اینه که این فضا و بعدسازی، این اتمسفری که داره خلق میکنه در یک فیلم واقعی چقدر خودنمایانه است، چقدر ضرب شست استادانه یک کارگردان مثلا 60 ساله است، چقدر در تار و پود اثره. من اینا رو از هم تفکیک میکنم. گاهی وقتا تسلط و خدایگونگی کارگردان نمایش یک مثلا فرض کنید که مهارته. کارگردان داره به شکلی متظاهرانه قدرت خودش رو به رخ میکشه. مثلا فیلم های کوبریک برای من تداعی این نگاه متظاهرانه کارگردانن. در ابعادی عظیم یک صحنه‌ای خلق میشه، مثل اون خونهایی که سرازیر میشن در فیلم شاینینگ. مثالها حالا زیادن، خیلی تاکید ندارم رو فیلمسازای مورد علاقم یا فیلمسازایی که ازشون خوشم نمیاد، ولی دارم میگم اینجا یک جور معیار یا خطکش متفاوته. من فکر میکنم که یک جایی یک نویسنده‌ای لفاظه، یک شاعری لفاظی داره میکنه، اما شاعر که نباید لفاظ باشه. یک کارگردانی داره خودنمایی میکنه که ببینید من چقدر با مهارت و استادی دارم این صحنه رو میسازم، اما اون صحنه واقعا لزومی نداشت انقدر این کار عظیم رو بکنه. میتونست با یه بیان ساده تر همین منظورم برسونه. پس اگر قائل به این تفکیک در نقد آثار هنری باشیم، اون زمان از خودمون میپرسیم که این اتمسفری که کیارستمی در زیر درختان زیتون داره خلق میکنه برای چیه؟ آیا برای خودنماییه یا یک ارتباط مؤثری با خود اثر داره؟ من از راز حرف زدم، میخوام برسم به یک مفهوم شرقی تر از راز، بحث عیان بودن حقیقت یا در پرده بودنش. این حجاب رو امروز دیگه نمیتونیم به کار ببریم. بعضی از واژه ها انگار میرن تو یک دسته‌بندی که دیگه اون کلمه رو به کار ببری انگار اون مفهوم واقعی خودش رو از دست داده. بنابراین یک چیزهایی در پرده میمونه و انگار قرار نیست هرگز از پرده بیرون بیاد و یه چیزهایی هستش که قابل رؤیته. در فیلم کیارستمی اون چیزهایی که قابل رؤیته اتفاقا اون چیزهای مهم نیست.
میدونم خستتون کردم، ولی خواهش میکنم یک لحظه این صحنه ها رو تو ذهنتون یادآوری کنین. اون چیزی که فیلم در حال ساخته شدن داره بازگو میکنه بسیار مزخرفه، بسیار مزخرفه. حتی همین تکرار برداشت ها نشون دهنده اینه که انقدر مصنوعیه که بازیگرها نمیتونن باورش کنن. مثلا اینکه یه نفر از خواب پا شده چند روز بعد از عروسیش دنبال جوراب سفیدش میگرده، با یک لحن مرد سالارانه‌ای زن رو شماتت میکنه که چرا وسایل منو این ور اون ور میندازی، و بعد میفهمه که جوراب سفیدش تو اون کفششه پایین پله ها، و بعدن هم میاد و حرکت میکنه از قاب خارج میشه. این یه پلان از فیلمه که در فیلم فکر کنم حدود 7 بار تکرار میشه، هم با اون بازیگر اولی هم با حسین رضایی. درست جایی که فیلم کات میخوره، یعنی جایی که کارگردان ناراضی از این برداشت استراحت میده تا پلان بعدی، یعنی همین پلان در یک برداشت دیگه فیلم برداری بشه، اون لحظه‌ایه که زندگی انگار استارت میخوره. یعنی لحظه‌ای که دوربین از حرکت باز میسته، زندگی داره کلید میخوره، و اون لحظه است که ما شاهد اون رابطه تغزلی هستیم میان حسین و طاهره، که حسین مثلا چای میبره بالا برای طاهره، یا بهش میگه که لازم نیست حرف بزنی، فقط این دفتر تو ورق بزن من بفهم که عاشق منی، یا شروع میکنه کلی وراجی کردن برای اینکه اینو متقاعدش کنه برای ازدواج. این زندگیه. اونجا حسین توپق نمیزنه، اونجا طاهره اشتباه نمیکنه. اینو داشته باشید. صحنه پایانی فیلم، هیچ وقت از خودتون پرسیدین که این نمای اکستریم لانگ شات حدوداً 4 دقیقه‌ای، جایی که دوربین میسته برای ابد، حسین میره توی اون جنگل میان درختان، از اونجا در میاد میره به سمت طاهره، تا اون آخرین نقطه روشن چشم انداز میره و سپس برمیگرده و فیلم به پایان میرسه. چرا کیارستمی دوربینشو از یک جایی دیگه تکون نمیده؟ مگه ما چند لحظه قبل تو جنگل ندیدیم که حسین هی مدام داشت حرف میزد؟ مگه دوربین از طریق مونتاژ هی کات نمیزد به حسین و طاهره؟ چرا ناگهان یهو فاصله گرفت با شخصیت ها؟ چه اتفاقی میان حسین و طاهره افتاد که حسین با اون خوشحالی برگشت و انگار داره مژده موفقیتش تو متقاعد کردن طاهره رو انگار به سوی ما داره میاد که به ما هم بده؟ این اون لحظه‌ایه که سینمای کیارستمی به نظر من به اون لحظه شهود میرسه. اون چیزی که دیده نمیشه خود حقیقته، اون چیزی که شنیده نمیشه خود حقیقته. کیارستمی مثل یک هنرمند بزرگ خودش رو با لحظه درخشش حقیقت مواجه نمیکنه، بلکه به تماشاگر اجازه تخیل میده. ماییم که میتونیم فیلم نامه اون 4 دقیقه پایانی بنویسیم. ماییم که میتونیم تصور کنیم که میان اینها چه مکالمه‌ای برقرار شد که در نهایت این پسر پیروز شد. شما آیا میتونین تصور کنید که اون صحنه دیالوگ داشته باشه؟ مثلا دوربین همراهش بره، آخرش دختره بگه باشه، مثلا دیگه دهن ما رو سرویس کردی، باشه حالا سگ خور. چه تصویری غیر از این میتونه انقدر با شکوه باشه؟ این اون سینمای کیارستمیه. پس به شما گفتم تو فضاسازی اگر ایده عدم و وجود داره، اگر از مرگ به زندگی رسیدن هست، اگر این انعکاس آینه روایتگر 2 زندگی همجوار، یا مرگ و زندگی، یا 2 داستان سینمایی، یا یک انسان در 2 نقش، حسین در نقش شوهر، حالا حسین در نقش ناکام، طاهره در نقش همسر، حالا طاهره در نقش یک دختری که بله رو نمیگه، وقتی همه چیز بر این دوالیسم داره شهادت میده، خود این کشمکشی که میان انتظار تماشاگر از یک درام وجود داره با فیلمی که هیچ توضیحی نمیده راجع به این زندگی، خودش یک دوگانه دیگه است. یعنی فیلم سرشار از این دوگانگی هاست، 2 فصل متفاوت که مماس با هم در فیلم پیش میرن و در نهایت یکی میشن، چون کارگردان در لحظه آخر انگار شاهد اون صحنه است و چون ما میدونیم که کارگردان اینجا یک نقش میانجی داره.
یه جور مچ میکره، میخواد واسطه‌ای بشه برای در واقع وصال این دوتا عاشق. اون لحظه است که به نظر من رسالت سینما شکل میگیره. ببینید من تو خیلی فیلم ها دیدم، مثلا در فیلم 8.5 فلینی، اینکه چرا بازیگر نقش گویدو مارچلو ماسرویانیه، در حالی که همه اون چیزهایی که در 8.5 میبینیم خود فلینیه. چرا فلینی به خودشون نقشو بازی نکرده؟ حتی چرا اسم خودشو نذاشته رو شخصیت؟ چرا مارچلو ایفاگر نقش فدریکو فلینی نیست؟ یا مثلا در یک بعد دیگه در فیلم وندرز، این آسمان برلین یا بهشت بر فراز برلین، اونجا این شخصیت برونو گانتز که یک فرشته است و داره آدمیان رو از بالا نگاه میکنه، وقتی عاشق یک دختر میشه، این دختری که تو سیرک میرقصه و حالا میخواد اذن ورود بگیره، انگار میخواد یه مجوز بگیره برای زمینی شدن، اونجا میانجی کیه؟ یه کارگردانه که نقششو پیتر فالک بازی میکنه. یعنی در نگاه ستایشگر وندرز نسبت به سینما، کارگردان به یک لحظه شهودی رسیده که انگار با آسمان ها هم در ارتباطه، نه به شکلی پیامبرگونه، فقط به خاطر حساسیت بالا، به خاطر اینکه عشق رو میفهمه. تنها کسی که شاهد این فرشتگان در این دنیای مادی کارگردانه، چون خود کارگردان با خلاقیت سر و کار داره. میتونم بگم خود کارگردان نقشی خدایی داره یه چیزی رو خلق میکنه. به این ترتیب این میانجیگری پیتر فالک در فیلم وندرز برای اتحاد میان دو دنیا، متافیزیک و دنیای مادی، اینکه یه فرصتی بده به اون شخصیت دامیل، اگه اشتباه نکنم فرشته ها دامیل و کامیل بودن که یک کدومشون که برونو گانتز نقششو بازی میکرد میاد و زمینی میشه و از اونجا به بعد فیلم رنگی میشه. کارگردان میانجیه. دقیقاً در فیلم زیر درختان زیتون کارگردان میانجی یکی شدن این دو دنیاست. کارگردانه که انگار همونطور که گفتم از خیر اون فیلم فیکشن مصنوع خودشو، از شر اون خودشو خلاص میکنه، از خیرش میگذره و با تمام وجود میاد به سراغ اینها به عنوان ناظر. نه دیگه گروه فیلم برداری هست، نه پناهیه، نه جعفریانه، هیچ کس نیست. به عنوان ناظر شاهد یک صحنه با شکوهیه که داره خلق میشه بدون دستکاری من فقط فرا خوندم شخصیت حسین رو برای شکل‌گیری این لحظه عجیب و تکان دهنده. یا مثلا فرض کنید توی کارگردانی کیارستمی، درست اون 14 دقیقه پایانی فیلم، اگه نگاه کنید ما یک نماهای بسیار زیبایی داریم از حرکت مرد و زن، یعنی حسین و طاهره لابلای درختان. این نماها به خاطر اینکه حرکت بازیگران از پشت درختانه و این درختان واسطه میان دوربین و بازیگران، خیلی صحنه زیباییه به لحاظ گرافیکی. حسین داره به این سمت متمایل حرف میزنه به سمت دوربین و طاهره با یک روسری که تقریبا تمام چهرهشو پوشونده داره انگار فرار میکنه از دست حسین. این نماها به لحاظ ضرباهنگ داره این حرکت و روندگی رو نمایندگی میکنه. ناگهان موقعی که میستن یه توشات مستر داریم. این توشات مستر با رفتن طاهره و حرکت حسین با تأخیر و ورود محمد علی کشاورز به عمق تصویر یک بعد دیگه ای پیدا میکنه. حسین از اون خطکشیای معروف کیارستمی روی تپه ها که تو خانه دوست کجاستم بود، در تصویری متفاوت از طاهره میره. خاطرتون هست وقتی طاهره داره از این مسیر زیگزاگ حرکت میکنه، دوربین نزدیک به طاهره، اصلا نمای تعقیبیه، ولی وقتی حسین میره نما لانگشاته. اینها اگه کارگردانی نیست پس چیه؟ من واقعا خوندم این
مطالب دیگه نمیگم غیر منصفانه، مطالبی از سر جهل، از سر بیسوادی که کیارستمی فقط به یک سادگی رسیده که اینو در یک پرداخت بداهه بدل به فیلم هایی میکنه که این فیلم ها مثلا یک سادگی روستایی رو تبلیغ میکنن. شما ببینید من فقط یک صحنه رو دکوپاژش رو برای شما توضیح دادم که بعدن این نما بدل میشه به یک نمای ثابت که ما میتونیم تصور کنیم پیووی کشاورزه، اون لحظه پایانی که با کنجکاوی داره نگاه میکنه ببینه که حسین سرانجام به موفقیت میرسه یا نمیرسه. این کارگردانی عجیب، این کارگردانی عظیم کار کیارستمیه. کیارستمی همون کارگردانیه که من همراه یکی از دوستانم داشتم امروز فیلم زیر درختان زیتون رو میدیدم، براش در شرح این صحنه های داخل ماشین که کیارستمی خیلی داخل ماشین رو خیلی دوست داشت چون خودش با ماشین خیلی سفر میکرد و خیلی آدم ها رو همینجوری سوار ماشینش میکرد و با باشون حرف میزد. خیلی این مسیر آدم شناسیش، این دنیایی که داره خلق میکنه نتیجه این مکالمات مکرر روزانه است در ماشینش با آدم های مختلف. وقتی تو طعم گیلاس اومد اینو کاملا بهش پرداخت در قالب یک فیلم کامل، چون بخش عمده‌ای از طعم گیلاس خاطرتون هست که گفتگوی آقای بدیعیه و دوستان دیگه‌ای که قراره اون مأموریت رو انجام بدن. میکروفونه؟ نه مهم نیست، اشکال نداره. من وقتی برای دوستم که کنارم نشسته بود داشتم توضیح میدادم که بازیگرهای فیلم طعم گیلاس، یعنی اون سرباز، اون طلبه افغان و اون آقای باقری ترک زبان، هیچ کدام هرگز آقای بدیعی یعنی آقای ارشادی، همایون ارشادی رو ندیدن در زندگیشون. ما تو مبهوت مونده بود که چطوری پس اون فیلم ساخته شده. یعنی تمام مدت گفتگوی همایون ارشادی با کیارستمیه که تو ماشین نشسته و گفتگوی اون آدم‌هایی که اون ور نشستن و سوار ماشین میشن با کیارستمیه که پشت رول نشسته. کیارستمی با ارشادی میشه شخصیت‌های دیگه، با شخصیت‌های دیگه میشه ارشاد. شما ببین این چه کارگردانی عجیب و غریبیه. چطوری ما میتونیم به حفظ راکورد برسیم؟ این دیالوگ های پینگ-پونگی پشت سر هم در یک سکانس های طولانی چطور اینقدر باورپذیر و صمیمی و واقعیه؟ کیارستمی واقعا کارگردانیه که به رغم شهرت جهانیش در خیلی از موارد قدر نادیده است. بارون گرفت؟ بله. یا مثلا فرض کنید که یک صحنه‌ای در فیلم وجود داره که باز امروز من این صحنه برام یک طنین تازه‌ای داشت. اصلا وقتی این صحنه رو نگاه کردم احساس کردم که بار اولمه دارم فیلمو میبینم. یه صحنه‌ای هست که وقتی حسین ایستاده، طاهره از پشتش تو عمق میدان حرکت میکنه و میاد. خاطرتون هست؟ کله حسین تو قاب رو به ما و طاهره از عمق میدان یعنی از پشت حسین حرکت میکنه، از سمت چپ کادر میاد و ناگهان گم میشه. چرا گم میشه؟ به خاطر این کله گنده حسین که توی پیش زمینه است، یعنی تو فورگرانده. طاهره تو وارد کله حسین انگار میشه، اینجوری بهتون بگم. یعنی کله حسین طاهره رو کاور میکنه. یه مدتی طول میکشه تا طاهره از سمت راست کادر میاد بیرون و ما میفهمیم. همونجا که قرار سر وانت بشه دیگه. بله. یعنی شما میدونید که به هر حال این رعایت اصل پرسپکتیو تو تصویر باعث در هم ریختن اندازه ها میشه دیگه. مثلا ممکنه یه کسی که اون ته سالن نشسته باشه اینقدر به نظر برسه، فقط این به خاطر فاصله است. این توی نقاشی خب به هر حال منجر به یک سری تحولات هنری شده تو نقاشی. ما اینکه نقاشی نداریم به خاطر اینکه پرسپکتیو نداریم تو ایران. کیارستمی اینجا به زبان تصویر بچه‌ها داره یه کاری میکنه که خیلی به نظر من جلوش درخشانه. طاهره تو سر حسینه.
من اخیراً راننده تاکسی رو توی کلاسام که راجبش داشتم حرف می زدم، یک صحنه‌ای در فیلم راننده تاکسی هست که اون شخصیتی که خود مارتین اسکورسیزی بازی میکنه، اون مسافر این راننده که میاد میگه همسر من زن خرابیه که الان با یکی از دوستام داره رو هم میریزه و نشون میده و ما از پشت پنجره میبینیم. یک نمایی داره این فیلم که دوربین دقیقاً پیووی اون مسافر تاکسی که خود اسکورسیزیه، دوربین حرکت میکنه پشت کله دنیرو میره و خیلی از منتقدها اشاره کردن به این که این شخصیت میتونه یک شخصیت خیالی باشه که در ذهن اون راننده است. من نمیخوام الان بگم طاهره یک شخصیت خیالیه، میخوام بگم میان آن طاهره‌ای که هست و اون طاهره‌ای که در ذهن حسین هست یک تفاوت عظیم وجود داره و حسین اون طاهره رو بدل میکنه به همون طاهره‌ای که تو ذهنشه در پایان فیلم. این زبان تصویره. بزنین یه مثال دیگه براتون بزنم. خاطرتون هست اون صحنه‌ای که حسین چایی میاره و اون دوتا چایی رو با عشق میاره بالا و میذاره برای طاهره که طاهره بخوره. طبیعتاً طاهره نمیخوره و موقعی که آف میدن کارگردان آف میده، این صحنه خالی میشه. ابتدا حسین رفته پایین که کمک کنه، طاهره آروم وسایلشو ور میداره که بیاد پایین، تصویر خالی از بازیگر میشه. یعنی اون چشماندازی از اون بالکن روستایی شمال رو ما میبینیم که وقتی طاهره از سمت راست کات خارج میشه، این تصویر مثل یک قاب عکس میمونه، پابرجا میمونه. هر کارگردان دیگه ای بود اون لحظه رو کات میزد. ما اندکی فرصت میکنیم که به این قاب خیره بشیم. الان توضیح میدم که تو این قاب چه چیز مسحور کننده ای هست. سپس اون دوتا احمدپورا میان بالا و اونها هم کاراشون رو میکنن، گلدونا قرار بردارن و گلدونا رو میبرن پایین. باز ما منتظر میشیم تا حسین بیاد آخرین وسایل رو جمع کنه که فکر کنم اون لیوان چایی خودشه که تو اون دریچه گذاشته. میان رفت و آمد شخصیت ها کیارستمی داره تصاویر قابگونه‌ای به شکل یک نقاشی رو بدون شخصیت به تصویر میکشه. این کاریه که اوزو میکرد تو سینماش. این فرایند جان بخشیدن به مکان، اینکه این مکان صرفاً محل رخداد نیست، برای خودش یک شخصیت داره، روح داره. حالا باز برای اینکه بگم اون تفاوت رو ما بهش فکر کنیم، مرعوب زیبایی‌های فیلم نشیم، بگیم چه عنصر متنی در این تصویر هست که حالت خودنمایانه نداره، حالت تظاهر نداره. من به نظرم این تصویر به شکل یک طبیعت بیجان بیانگر همون دو وجهیه که در فیلم اینقدر روش تاکید کردم. یعنی همون قدر که فیلم همجواری مرگ و زندگی، همجواری عشق و فراق، همجواری سینما و واقعیت و همجواری انواع عناصر متضاد زندگی رو داره به تصویر میکشه، همه اینها تجسم پیدا میکنه تو اون قاب زیبا. یادتون هست این گلدون ها جلوی تصویرن. گلدون تصویری از زندگی دیگه، حیاته. پشت گلدون ها یک کنگره‌ای هست به شکل چوبی به رنگ آبی که معلومه عوامل فیلم اومدن رنگش کردن که آبی رنگ آب و آبادانیه و زندگیه. اما تصویر به لحاظ عمق دو دسته است، یعنی به دو قسمت تقسیم شده. این جلوی تصویر گلدانها و این کنگره آبی رنگ، این بالکن آبی رنگ تصویر زندگیه. اما اون خونه متروک و کاهگلی و ویرانه‌ای که توی اون پشت میبینیم، تو عمق تصویر میبینیم، خاطرتون هست همون جایی که میره گلها رو دو تا تیکه گل میکنه و میاره کنار سینی میذاره که به معشوقه خودش تعارف بکنه. اونجا با تصویری از مرگ روبرو هستیم. اون لحظه درخشان مکس دوربین کیارستمی روی این منظره باشکوه فقط برای کشف این چیز هاست
که همونطور که گفتم مکان فقط رخداد نیست، جایی برای وقوع حادثه نیست، بلکه مکان حتی با فقدان انسان به تنهایی میتونه واجد یک حقیقتی باشه. این همون کاریه که تو سینما آنتونیونی میکنه با معماری. شما تمام اون لحظه های نابی که در فیلم شب، مثلا اونجایی که ژان مورو میاد و میرسه به یک خانه فرسوده و وقتی رد میشه از اون خانه، ما با تصویری ثابت از اون مکان روبرو هستیم. ما رو داره دعوت میکنه آنتونیونی به مطالعه این تصویر. فصلهای پایانی فیلم کسوف بدون بازیگره. تمام اون لوکیشن هایی که این دو عاشق، یعنی آلن دلون و مونیکا ویتی، تو اون صحنه ها ما دیده بودیمشون. تو اون خیابون با هم قدم زدن. از اون بشکه‌ای که آب توش داره میجوشه، از اونجا مثلا محل قرارشون اونجا بود. حالا آلن دلون و مونیکا ویتی نیستن، اما این جهان هست. جهانی به ظاهر مرده اما پر از خاطره. پس کوکر رستم آباد هست، حتی به رغم ویرانی، حتی به رغم مرگ. زندگی جریان داره، حتی به رغم زلزله. و تنها چیزی که میتونه شهادت بده این زندگی دوباره بازخوانی شده، این مفهوم زندگی، این پویایی حیات، یعنی حیاتی که حاصل بازآفرینی منه از پس مرگ، مرگی که میتونست همه ما رو بکشه. حالا عده‌ای زنده موندن، پس حیات رو دارن از نو تجربه میکنن. اینها روایتش با سینماست، اونم نه هر سینمایی، فقط سینمای کیارستمی. حدود 5 دقیقه شد وقت داشته باشیم. بله. 5 تا 10 دقیقه. والا من میگم اول صحبتام گفتم خیلی عادت به سخنرانی ندارم که شما کمکم کنید، ولی برعکس شد. کمک شما هم کمک نکردید. من همیشه فکر میکنم که بزرگترین کابوس یک منتقد میتونه این باشه که آدم‌هایی که شنونده حرفاش هستن خسته بشن. این که شما لطف شماست، ولی واقعا نه دیگه خسته شده بودن که میرفتن دیگه. به هر حال شاید از روی ادب این کارو نمی‌کنه. خواهش میکنم. من یه چیزی بگم، یه چیزی مطرح کنم. نکنید توی یه قسمتش فکر کنم اونجایی هستش که همون خردمند و کشاورز حرف میزن، فکر کنم همونجاست. ناگهان خردمند رو داریم، بعد یه دفعه یه چیز شبیه صدای گلوله میاد. بله. که خردمند برمیگرده و بعد میبینیم بله. که درختان زیتون باد و بعد یه مینیبوس قرمز میاد. بله. اون چی به نظرتون چی میتونه باشه؟ والا من همیشه این صحنه جزو اون صحنه‌ایه که خیلی راجبش حرف زده شد، خیلی‌ها گفتن، مثلا یه سری چیزایی گفتن. من هیچ وقت نفهمیدم معنی اون صحنه چیه. فقط تنها تصوری که به نظرم با خود ارکان فیلم سازگاره، یعنی یه چیزی که میتونیم بهش بپردازیم و از خود فیلم پاسخشو بگیریم، شکاره. مثلا این تصور که اونجا شکارچیانی هستن و اون لحظه مثلا با شلیک گلوله یک شکارچی روبرو هستیم، ولی در کل یک هشداره به نظرم. درست. خواهش میکنم. بفهمید. بله واقعا احتیاج داره. من به نظرم یک جور تاکید بر شاعرانگیه. میدونید میان رئالیسم و تسلیم مطلق در برابر واقعیت یک تفاوت ظریفی هست. حتما خود شما بهتر از من میدونید رئالیسم یک وجه مستندگونه داره. مثلا اون تصویر سینما حقیقت که از دوران ژیگا ورتوف در سینمای صامت بود تا فیلمسازان موج نو فرانسه، البته اون کسانی مثل کریس مارکر، یا نئورئالیسم ایتالیا که مثلا تو فیلمنامه چیزهایی رو می نوشتن که امور عینی باشه، یک جور
قابل تحقق باشه، ما به ازای عینی داشته باشه. ولی وقتی میرسیم آروم آروم به مثلا رئالیسم ساتیاجیت رای در هند یا مثلا کاساوتیس در آمریکا و در نهایت مثلا به کیارستمی، ما احساس میکنیم که اینجا تاثیر ادبیات، شاید عرفان، میتونه یه خورده این رئالیسم رو عمیق‌تر بکنه. اینجا رئالیسم با یک واقعیت مطلق اندکی بیگانه است. یعنی نمیتونیم همه چیز رو اصالت سنجی کنیم بر مبنای اینکه این چیز آیا در شرایط عینی هست یا نیست. من فکر کنم اون فصلی که شما به خوبی اشاره کردین نمایش این شاعرانگی در یک روایت واقعی گراست که اگر سلام و خداحافظ بهش بگیم انعکاس داره، ولی اگه چیز دیگه ای بگیم انعکاس نداره. شاید کیارستمی همون چیزی که من گفتم، یعنی طبیعت به مثابه یک شخصیت، نه طبیعت صرفاً به عنوان یک مکان. اینجا داره کشاورز به عنوان یک هنرمند داره اینو تاکید میکنه. ولی حرفتون رو خیلی قبول دارم، با اصول و قواعد رئالیسم اصلاً سازگار نیست. شما میخواین صحبت پایانی داشته باشیم چون دیگه فرصتی نیست متاسفانه برای پرسش پاسخ. برای پرسش پاسخ هم نیست. نه هست، در حد مثلا میگه 5 دقیقه هست دیگه. خب نه 5 دقیقه رو شما هر کسی یعنی ترجیح میدید که بله. خب انتخاب پس با شما دیگه، من دیگه چیز نکنم. من فقط دلم میخواد بندازم که تو زمین شما. بله بفرمایید. خواهش. بله موافقم باهاتون که تیپیکال بیشتر به مثلا بنگادارا بیشتر میخوره تا به کارگردان. ولی من فکر کنم چند تا دلیل داشت کیارستمی. یکی صدای آقای کشاورز و دوم این ریش سفیدی که داره، یعنی رسیدن به یک پختگی و یک جور سالخوردگی. و نکته سوم اینه که تیپیکال کارگردان نباشه، چون اگه تیپیکال کارگردان باشه به ما یک پیش‌فرضایی میده. این پیش‌فرضا تو فیلم کیارستمی خیلی مفید فایده نیست. بفرمایید. خواهش. بله بله بله. خواهش. بله بله از توضیحاتتون خیلی استفاده کردم، ولی اون نکته آخری که گفتینو سخت پذیرفتنش به خاطر اینکه حسین سواد نداره. بله این خیلی مقایسه خوبیه. اینجا اونجا دوسته، اینجا عشقه. یعنی هر چقدر اون راجع به یک پیدا کردن یه دوست یا عاشقانه ای راجع به یک دوست همجنسه، اینجا راجع به یک دوسته. بله. خیلی ممنونم. ببخشید عذر میخوام. بله
در مورد اینکه جواب مثبت داده طاهره، اگه دقت کنید وقتی اینا تبدیل به 2 تا نقطه میشن تو منتها علیه چپ کادر، ناگهان دختر میسته. این البته من چون خیلی این فیلمو دیدم میتونم دقیق به شما بگم چند ثانیه است. این میسته، بعد که میسته خب یه عمل نامتعارفیه، چون این اصلا هیچ جوابی حتی نگاهش هم نمیکرد. بر میگرده رو به حسین، انگار یه مکالمه‌ای در حد 3 ثانیه اتفاق میفته و حسین بدو برمیگرده و اینجا موسیقی ریتمش عوض میشه و موسیقی کاملا شاد میشه و خود اون باد و اون سرزندگی طبیعت بود. بله جانم. نکنید من بگم چون میخوام دیگه یه جوری هم در حد 2-3 دقیقه دیگه تمام بکنید. نکنید کسی که یه خبر بد رو شنیده باشه که نمیدونه که بعد از اون طرف اون خب موسیقی این خود کیارستمی اینو اذعان کرده که جوابش مثبته. بله بفرمایید. نفر بعد. نه ببخشید شما دیگه یکی دیگه. حالا اشکالی نداره. میخوام ببندیم قضیه دیگه. بله. نه جواب منفیه و آقایون میگفتن نه جواب مثبت. بله. و همین برای خود مرحوم کیارستمی جذاب بوده و فکر می‌کنم همون چیزی بوده که می‌خواد. درسته. بفرمایید. قربونش. من یه توضیح بدم ببخشید. آقای هارتوریان یه مستند در مورد فرهاد خردمند ساخته که هنوز یعنی تازه از آب و گل در اومده، الان رفتن جشنواره و خلاصه سینما حقیقت هم قراره امسال نمایش داده بشه. تبریک میگم بهت. آقای باقری. بله. اونم به نظر من نشون دهنده عشق پایداره که اگه اشتباه میکنم من این سوالم پیش اومد که بین حسین و طاهره که ببینید اون صحنه، من خیلی ممنون که اشاره کردین چون من فراموش کرده بودم اون صحنه رو. من در یک کانسپتی مثلا حالا یه چیزی من گفتم که در یک مثلا فرض کنید محفظه مفهومی سعی کردم یه چیزی رو ساختار بدم بهش، چیزی که تا حالا گفته نشده راجع به زیر درختان زیتون، و اون اینه که به لحاظ فرمالیستی هرگاه دوربین به شکل متعین، به شکل آشکار به چیزی نزدیک میشه در حقیقت داره ازش دور میشه و هرگاه چیزی به تصویر کشیده نمیشه، گنگه، تو پس زمینه است، نامفهومه، عین حقیقته. اون چیزی که میان باقری و کشاورز میگذره وفاداری باقری به همسری که 50 سال باهاش زندگی کرده مثلا. خیلی صحنه شعاریه، مثلا یه پیرمردی ده، ولی زمانی که دوربین فاصله میگیره این خنده ها مثل شوخی مثلا جنسی 2 تا مرد مثلا سال خورده است. ما اونجا احساس میکنیم که اتفاقا از اون شعارگرایی راجع به وفاداری به همسر مرده حالا اینا رسیدن، مثلا کشاورز داره یه شوخی میکنه راجع به یه موضوع. این طبق فرمایش ایشون همون وجه هرمنوتیکی فیلمه که اصلا فیلم هیچ سند زنده‌ای به ما نمیده که اینا راجع به چی حرف میزنن، خودمون تصور میکنیم. بله بله. و خود این تصورات ما راجع به اینکه حقیقت فیلم چی هست یا حقیقت هر صحنه چی هسته که فیلمو زنده نگه داشته. وگرنه اگه فیلم یک قطعیت گرایی در بیان مفهوم داشت، خیلی حالت اکسپرسیو داشت، خیلی بیانگری تندی داشت، به هر حال فیلم کیارستمی نبود. این فیلم از جنس شعر فارسیه، یعنی همون قدر گویاست که در پرده است، همون قدر روشنه که پنهانه. واژه ها یاری نمی کنن برای بیان قطعی مفهوم، بلکه واژه های میانجیان برای انتقال یک حس. کیارستمی واقعاً افتخار ماست به عنوان ایرانی که کیارستمی مرز میان شعر و سینما رو از میان برداشت. بفرمایید. یه سوال آخر دیگه. بله. بله.
بله. خدمتتون عرض کنم آقای کیارستمی وقتی این کتابای حافظ و سعدی و مولوی و نیما یوشیج رو در آورد، من خب قبول کنید من خیلی سنم کم بود، یعنی پرخاشگر بودم، پاچه میگرفتم. هنوز معتقدم اون کار درستی نبود. با اندازه آگاهی خودم این حرفو میزنم، یعنی ممکنه بعداً پشیمون شم از حرفم، ولی همچنان بعد 15 سال فکر میکنم که اون حرف بهش وفادارم، بهش ایمان دارم، حتی اگه غلط باشه. که گفتم در شأن کیارستمی نیست چلیپا کردن چند بیت از حافظ و بازنشر این در قالب حافظ به روایت کیارستمی. خب این چه کاریه؟ توضیحاتی هم دارم. این تو مجله فیلم چاپ شد و پاسخی بود بر یک مطلبی که آقای گلمکانی نوشته بود و این مطلب باعث قهر آقای گلمکانی که سردبیر مجله بود با من که دبیر تحریری اون مجله بودم شد. یعنی ما تقریبا چند ماه، اینو اولین باره میگم، بعد اون مطلب چند ماه ما با همدیگه در این همکاری قهر بودیم و من فکر میکردم این چنین آقای گلمکانی شما هم تو گزارش فیلم رو چاپ کردید؟ نه خیر، تو مجله فیلم. آها. نه گزارش فیلم همون یک سال من گزارش فیلم بودم که تو اون دورانی که تو گزارش فیلم بودیم با خودکشی آقای مسعود بهاری که مسئول صفحات نقد بود ما اومدیم بیرون. مجله گزارش فیلم خیلی سیاسی شد، بگذاریم. ولی تو مجله خود آقای گلمکانی مطلب چاپ شد و به هر حال براش سخت بود. پاسخ خود آقای گلمکانی تو اون مطلبش، ببخشید تکرار میکنم، تو اون مطلبش گفته بود هر نقدی علیه کیارستمی نمایش حسادته. یعنی آدما حسودن، چش ندارن موفقیت کیارستمی ببینن اینا. من گفتم الان من راجع به این کتاب مولوی اگه میگم چرا این کتاب و این ریختی ایشون کار، بعد گفتم مثلا شوهر عمه منم میتونه این کارو بکنه، این چه حساد؟ گفتم من به زیر درختان زیتون حسادت میکنم یا به کلوزاپ حسادت میکنم، نه به این کار. این کار کاری که از عهده منم برمیاد. اون مطلب تو مجله فیلم چاپ شد. خواهش میکنم. خب خیلی ممنون و خیلی ممنون از آقای قطبی زاده. دست شما در نکنه. واقعا برای من که کارم سینماست، حرف زدن از فیلم ها مثل عمل به وظیفه است. یعنی دقیقاً مثلا بنگادار، چون گفتم بنگایی هر روز در مغازش باز میکنه، مثلا اجاره میده و میفروشه و اینا. منم به هر حال کارم به شکل حرفه‌ای منتقد سینما هستم، مینویسم، ترجمه میکنم، درس میدم. یه وقتایی فرصت پیش میاد آدم راجع به عشقش حرف بزنه و این از اون فرصت هاست که این فرصت رو شما و ایشون برای من فراهم کردین و ازتون بی نهایت ممنونم. قربان شما. پس آقا خیلی ممنون. بازم ممنون.